خالی بودن. سکه‌ای نبود. پس مشخصاً کاری رو کردم که هر آدم منطقی و فهمیده‌ای انجام میده. بلند بلند زدم زیر گریه در حالی که به یه آدم رندوم اون نزدیکی خیره شده بودم. شاید بفهمه و یکم بهم سکه بده. سلام، به عشق ترکی خوش اومدید. خب عشق ترکی هم مثل این واقعا نیاز که تئوس میذاره و این چیزا دیگه، و لطفا لایک و سابم بکنید و این بادیگارد خوشتیپ داستانشو ببینید. ریخ بود و بوی عرق میومد. سرم چندین ساعت بود که توی کیسه ای تاریک و بوگنتو گیر کرده بود. بالاخره دوبله و پخش از چنل مهراد. اصلا شماها میدونید چی کار کردید؟ میدونید من کی هستم؟ چطور جرأت کردید منو بدزدید؟ من مردیسم، وارث ارثیه میلیاردی که میتونه نابودتون کنه و همینطور پدر جدتون رو در بیاره. من تنها دختر عزیز دردونه اونم. اصلا واسه چی اینجام؟ اگه واسه پوله بابا یه چک مینویسه که کل زندگیتون رو تغییر میده، حتی زندگی پدر جدتونو. اصلا بی خیال اون. من یه چک سفید امضا تو کیف گوچیم دارم. تو همه کیفام دارم واسه موارد اضطراری. میتونین کلشو بردارین. لیمیتد ادیشنه. قابل نداره. چه بلایی سر خیافت اومده؟ موهات رنگ کردی؟ ببخشید؟ داری میگی توی همه رنگا خوب به نظر نمیام؟ ولی از اونجا که پرسیدی؟ نه، رنگ طبیعی موهام قرمزه. کمیابترین رنگ روی زمین. در واقع 7 آرایشگر دارم واسه هر روز هفته یکی، چون هر روز حس متفاوتی دارم. امروز نوبت آرایشگر خوشحال کننده هم بود. باید استرساشو انتخاب میکردم. پسرا فکر کنم گروگان اشتباهی گرفتیم. البته که گرفتید و بذارید بهتون بگم. ببند دهنتو. تو بادیگاردی به اسم کارسون نداشتی؟ خدای بزرگ، یادم ننداز. اون زیادی جدی بود و خیلی زیاد جذاب. میدونین چقدر حقارت آوره که بادیگاردتون توجه ها رو ازتون بدزده؟ وقتی اون بودش مردم به من توجه نمی‌کردن و بدتر از همه این بود که ازش می‌خواستم که رابطه‌شو با لباسم ست کنه و اون فقط سر تکون میداد و بعد یه رنگ کاملا متفاوت میزد. تا حالا هیچ وقت اینطوری بهم خیانت نشده بود. پس آره، اخراجش کردم. یه هفته پیش خلاص شدم. دوبله و پخش از چنل مهراد. قربان الان باید باش چی کار کنیم؟ به نظرم که نگهش دارین. جالب به نظر میرسه. خوشگله. واو، از کی تا حالا مردم رو به خاطر جالب بودم میدوزدن؟ اشتباه نشه، من عاشق تعریف شنیدنم، ولی همینطور پولدار، خایس و به شدت لایق دزدیده شدنم. آخه من شبیه یه پرنسسم. نه، من واقعا یه پرنسسم. بادیگارد قبلیش چی؟ صبر کن ببینم، اونم اینجاست. اوه کیفام. اونم اینجا با این نگهش دارین. اون لایق این شکنجه. ببخشید، محض اطلاعتون با من بودن یه افتخاره. همون موقع یکی از آدمرباها کیسه رو از روی سر کارسون برداشت. اون مستقیم به من نگاه کرد. اون چشمای سرد و خیره به نگاهم قفل شدن و اوه خدای من، اون خیلی خوش تیپ بود. چطور یه نفر طی یه هفته اینقدر جذابتر میشه؟ سلام بانوی من. کی اینطوری حرف میزنه؟ ما که توی داستان رمانتیک آبکی نیستیم. کارسون لرد من. وقتی آدمرباها رفتن دستمالمو درآوردم و دادم بهش. خانم، من باید با این چی کار کنم؟ عرق شرمو از صورتت پاک کنی. اینا همش به خاطر توئه. اونا میدونستن تو بادیگارد هدفشونی، پس فکر کردن من هدفشون هستم، ولی خدا رو شکر جذابیت من روشون تاثیر گذاشت و منو زنده نگه داشتن. امیدوارم متوجه اشتباهشون بشن و ولم کنن که برم. آره، مطمئنم که مستقیم بری اون دنیا. خانم، این آدما شوخی ندارن. اونا یه بند مافیایی خطرناکن. اونا گروگاناشونو میکشن. بند مافیایی به کجام؟ آره، خیلی حرفه‌این که آدم اشتباهی رو دزدیدن. صادقانه حس میکنم بهم توهین شده. انتظار آدمرباهای بهتری رو داشتم. وقتی از اینجا برم بیرون مستقیم به رسانه ها میگم خیلی ترسناک و به شدت حرفه‌ای بودن تا داستانم هیجان انگیزتر و باحال‌تر بشه. ما باید فرار کنیم. من یه نقشه‌ای دارم. کارسون در سکوت دوبله نگهبانا و رو پخش تماشا از کرد. چنل حرکاتشون رو مهراد. حفظ شد. شمرد روزی چند بار به هم سر میزنن و نقاط کور دوربینا رو هم بررسی کرد. من حس خفگی میکردم، نگران بودم و مهمتر از همه حوصله‌ام سر رفته بود. کی بالاخره این تموم میشه؟ دوست پسر بیچارم حتما خیلی داره اذیت میشه. اوه عزیز دلم، دیوید جونم، قند و عسل. من بچه اون عکس مادر ویزه در مثل بود. هر کی که دیده همین کامنت میکنه. من ناز نازیه من، شیرینی زندگی.
میدونم زندگی بدون من چقدر واسه سخته، ولی زندگی همینه عزیزکم. ما باید این درد و سختی رو تحمل کنیم. 1 هفته کامل جدایی. قوی بمون عشق من، و اگر لازم بود با لباسام گریه کن. تو هنوز با اون احمق قرار میذاری؟ ببخشید، نمیبینی با تلپاتی دارم باهاش ارتباط میگیرم و من اجازه نمیدم پشت سر عشق زندگیم بد حرف بزنی. عزیزک منه. خانم ساکت باشین، یکی داره میاد. یکی از نگهبانا با صورت پوشیده اومد داخل و یه سینی غذا رو هل داد سمت ما. اگه من شاد بودم به این دختره هیچ غذایی نمیدادم. اینطوری انرژی میگیره و باز زر میزنه. زنا جز زر زدن و پول هدر دادن چه خاصیتی تو زندگی دارن آخه؟ چطور جرأت میکنی؟ بلند شدم بهش حمله کنم، اما کارسون مچمو گرفت و منو کشید عقب. اون نگهبان هینی که مثل یک کفتار میخندید رفت و من از عصبانیت دود از سرم بلند میشد. باید میذاشتی به حرف زدنش ادامه بده خانم. باید صداشو به خاطر میسپردم. اون ضعیفترینشونه. بالاترین شانس فرارمون موقع شیفت اونه. خب به صداش نیازی نداریم. رد کفشاش توی این اتاق مسخره قدیمی خیلی خاصه. میشناسمش. یه برند مسخره حوصله سربره. عجب سلیقه مزخرفی. من بودم نمیذاشتم دشمنم حتی تو قبرش این کفشو بپوشه. این خیلی کشف هوشمندانه خانم. البته که هست. پس ما آماده ایم. اون شب اجرای فوق‌العاده‌ای لایق اسکارم رو انجام دادم. شروع کردم به گریه کردن با درد، زجه زدن، لگد زدن و چنگ زدن به شکمم. دوبله و اول پخش نادیدم از چنل گرفت، مهران. ولی من ساعتها ادامه دادم. مثل یه بز در حال مرگ صدا دادم تا اینکه بالاخره اعصابش خورد شد و اومد داخل. من خودم رو کشوندم به کنار اتاق. کارسون بهم گفته بود نقطه کور این دیگه چیه؟ دوربین اونجاست. دختره کلوس، حالا دیگه چی میخوای؟ حق با تو بود. ما زنا بی مصرفیم. فقط به خاطر حرف زدن و پول هدر دادن به درد میخوریم. میدونین دیگه چی؟ پریود شدنمون. میدونی پریود چیه؟ نه به معنای لغت لامش، بلکه به معنای خونینش. اوه شکمم. انگار که یه بچه فیل تو شکممه. اون با احتیاط اومد جلو و بعد من دستشو گاز گرفتم. تخه دختره که وحشی. فقط دردمو به دست تو انتقال دادم. او مامان، کاش میدیدی بچت تو چه دردیه. دست دیگه تم بده گاز بگیرم لطفاً. اولی باعث شد حالم خیلی بهتر بشه. نگهبانه داشت پنیک میکرد. نزدیک بود منو هل بده که یهو بوم! کارسون از ناکجا آباد زد بیهوشش کرد. اول تعجب کردم، بعد دست زدم. یوهو، خیلی خوب، بزن بریم یالا. ولی کارسون برگشت سمتم. داخل بمون. ببخشید؟ آره حتما بذارم اون بره در حالی که مثل یه بچه خوب اینجا منتظر میمونم؟ امکان نداره. ولی همین که سعی کردم دنبالش برم، شونمو گرفت و خیلی جدی با صدای آروم گفت خانم باید اینجا منتظر من بمونی. چرا اینقدر جذاب بود؟ نه، قلب بد، این مرد اشتباهیه. کارسون لباسای اون مرد رو پوشید و بدون معطلی کد وارد کرد. اون فقط با دیدن حرکت انگشتای نگهبانا روی صفحه کیبورد حفظش کرده بود. قفل بیب زد و در باز شد. من از اتاق بغلی صدای مشتای بلند کارسون برگشت، یکم نفس میزد، دست منو گرفت. بزن بریم. صبر کن، اول باید کیف و کفشمو بردارم. چطور بیرون اینطوری راه برم؟ جوری نگاهم کرد انگار خواستم بذاره یه کوسه واسه خودم بخرم. خانم من وقت واسه این چیزا ندارم. و منو انداخت رو شونش و شروع کرد به دویدن. منو بذار پایین، قول بیابونی عضله‌ای. شرمنده. و اینطوری شد که ما رفتیم. ما ساعتها داشتیم راه میرفتیم و من خیلی خسته شده بودم. هی جناب جنگجو، چرا نمیشه من برگردم به عمارتمون؟ چقدر مطمئنی که اونجا جات امن باشه؟ شاید اونجا منتظرت باشن. شاید اگه بری کل خانوادت به خطر بیفتن. خانم من این آدما رو میشناسم. ما اونا رو کتک زدیم و تحقیر کردیم. اگه اونا دیگه خون بهار رو نخوان، میخوان که غرورشون رو پس بگیرن. غرور و تعصب و کوفت و زهرمار من اهمیتی نمیدم. حداقل بذار یه زنگ بزنم. حتما بابا همه کمپانیاشو تعطیل کرده و با بیچارگی داره دنبال من میگرده. باید بهش بگم که زندم.
و اینکه بهش اجازه میدم برگرده سر کار و زندگیش. تو فاصله 5 دقیقه اینجا یه تلفن عمومی توی ایستگاه پمپ بنزین هست. وقتی رسیدیم دست کردم تو جیبام ولی خالی بودن. باید بفهمه و یکم بهم سکه بده. کارسون که به وضوح گیج دوبله و شده بود پخش از فقط چنل نگاه کرد و مهراد. صبر کرد که من دهنمو ببندم. من هیچ وقت کسایی که کمکم کردن و فراموش نمی کنم. یه بار یه آقایی وقتی مشکل داشتم بهم پول قرض داد. دوز بوده؟ و فکر میکنین متقابلا چی کار کردم؟ 3 ساعت دوست دخترش شدم. چند هفته بعد مرد و رو قبرش نوشت من 30 سال روی این زمین سپری کردم ولی فقط 3 ساعتشو واقعا زندگی کردم. خدای من، مشخصا منظورش اون ساعتی بوده که با من گذرونده. بعد اون مرد واقعا به همون نزدیک شد، اونم با نیشخند. قبل اینکه بتونم کاری کنم کارسون مستقیم با مشت رفت توی صورتش. یه کارسون هم میدونسته که میخواد یعنی تو این 3 ساعت چیکار کنه. یه مشتو چند تا لگد. مرد با بدبختی تلو تلو خورد عقب. من سری رفتم وسطشون قبل از اینکه کارسون واقعا بکشتش و مهمتر از اون قبل اینکه نظرش درباره پول دادن به من عوض بشه. من خم شدم و سکه ها رو از دستش کشیدم و اونم فرار کرد. برگشتم سمت تلفن، سکه ها رو گذاشتم داخلش و فقط وایستادم اونجا. خب سعی میکنم شمارش رو به یاد بیارم. تو شماره تلفن بابای خودتو بلد نیستی؟ خب آدم رو باها تلفنمو گرفتن و یه نفرم نذاش کیفمو بردارم. جایی که آدم مسئولیت پذیری که من هستم توش دفتر تلفنشو نگه میداره. با تشکر از من یه قهرمانم، باید زودتر از این خطر از اینجا فرار کنیم. بازیای تو ما رسیدیم به اینجا. خانم صبر کن، با یه آهنگی که ساختم حفظش کردم. فکر کنم اینطوری بود. وایستا. زی زک کراش کلاس اولم، زیادی خورد و ترکید رفت هوا. زی برای زیرو یعنی 0. به خاطر ان ولش کردم. با یکی چه کاری کردم؟ گیر افتادم با کسی که از نفس بوگندوش متنفر بودم. نه برای نو اونم ولش کردم واسه جی جاناتان. خیلی ناز و خوشگل با موهای درخشان. اون نشونه 5 بود. خارکوس چون هیچ عددی اولش جی نداره دیگه، ولی انقدر دوستش داشتم که بذارمش تو آهنگ. خانم مشکلی نیست، من شماره باباتون رو حفظم. اون شماره گرفت. همین که بابا جواب داد من بلافاصله شروع کردم به توضیح دادن همه چیز. صدام به خاطر گریه میلرزید ولی بعد صدای اون به گوشم رسید و باعث شد خشکم بزنه. باید گور خودتو گم کنی همین حالا. بعد قطع کرد. تو پارک نشستیم. فقط به هوا خیره شدم و کاملا تو افکارم غرق شدم. کارسون حتما متوجه شده بود چون صداش در اومد. خانم چطوره که ما فکر کرده کیه که اینقدر خوف و دوبله و خفم پخش از چنل تو مهراد. باید گور خودتو گم کنی همین حالا. سریال بیرکینگ بده. باید برم آشپزخونه مواد مخدر را بندازم و واسه جذاب‌تر شدن سریال کچل بشم. فکر کرده همچین برنامه‌ای دارم. الان باید چی کار کنم؟ دیگه قرار نیست دنبالم بگرده. باید بهش دوباره زنگ بزنم. اصلا چطور تو این وضع گیر افتادم؟ خانم ما هنوز بابت هیچ چیز مطمئن نیستیم، ولی چیزی که من میدونم اینه که باید صبر کنیم آبا از آسیا بیفته. نمیتونیم از هیچ کدوم از اسناد واقعیمون استفاده کنیم. ما کارت شناسایی و پاسپورت جدید نیاز داریم. چرا این کارا رو واسم میکنی؟ میتونی ولم کنی تا تنها باشم؟ خانم من بادیگارد شما بودم و صادقانه برام درست نیست که با یه سرنوشت نامعلوم اینجا ولتون کنم و اون قبل از برم. ادامه مکث کرد. من یه پیشنهادی دارم. ممکنه خوشتون نیاد ولی این بهترین انتخابیه که داریم تا وقتی بفهمیم باید چی کار چشمو کنیم. ریز کردم. نه چی هست؟ باید با هم دیگه ازدواج کنیم. ببخشید. یه زوج متعهل هیچ شکی رو نسبت به خودشون جلب نمی‌کنن. به همون یه دلیل میده که با هم زندگی کنیم، با هم سفر کنیم و از توجه دور بمونیم. این امترین دیگه پوششه. گیجیم برطرف شد. البته که میخوای با من ازدواج کنی و دقیقاً چطور قراره معرفیم کنی؟ با همسرم آشنا بشید. خانم مردیس. اولا دیگه مردیس نخواهی بود. یه اسم جدید نیاز داری. یه چیز ناز. شاید سالی یا امیلی. محض اطلاع معنی اسمم فرمانروای بالا رتبه است. همین خیلی بهم میاد. دست شما درد نکنه. و اگه قرار به اسم جدیده من مال تو رو انتخاب کردم. آپولو. به نظرم بهتره با یه اسم نرمال بعد پیش با یه برم. صدای جدی بهم توضیح داد که چرا این حرکت بهترینه. اگه مزدوج بشی من قانونا بهت وابسته خواهم بود. یعنی اگه اتفاقی بیفته من میتونم بدون
اینکه کسی شک کنه مداخله کنم. اینطوری بعد امن‌تره. از یکم جر و بحث بالاخره سر اینکه من سالی باشم و کارسون آدم به توافق رسیدیم. کارسون با دوستاش ارتباط برقرار کرد که همه چیزو برای ما رو به راه کردن که شامل کارت شناسایی تقلبی و اسناد جعلی میشد. حتی به کارسون پولم قرض دادن تا سر پا بشیم. اینطوری در عرض یه روز از وارث رو بوده شده رسیدم به خانم سالی هیچ کس داده. دوبله و پخش در کمال از تأسف چنل باید مهراد. موهای قرمز طبیعیمو رنگ میکردم و لنز میذاشتم. من با موهای بلوند و چشمای